بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، آمیرزای ما بود و قصه سومی که امروز میخوام براتون تعریف کنم. روزی از روزها آمیرزا از ری راهی قم شد. آمیرزا خسته بود، هم خسته از سفر و هم خسته از دلیل سفر. اونقدر خسته بود که نتونست اون شب زیبایی‌های کاروانسرا رو ببینه و خیلی زود به خواب رفت. فردا صبح زود که از خواب بلند شد، نگاهی به محیط اطرافش انداخت و زیبایی‌های کاروانسرا به چشمش اومد. آمیرزا با خودش اون روزی رو تصور کرد که معمار داشته این بنا رو با ذوق و شوق می ساخته و براش جل و جون می گذاشته. چرخی در کاروانسرا زد و به آدمها نگاه کرد، به اسبها، شترها و چارپایان دیگه و به نظمی که در اون حاکم بود. آمیرزا پیش رفت تا اینکه چشمش به یک چاه آب افتاد. دلو رو در اون انداخت و آب رو به وسیله دلو بالا کشید. تصویر خودش رو کم و بیش روی آب نگاه کرد. دست برد زیر آب و عکسش رو در آب خراب کرد. مشت آب رو آورد بالا و به صورت خودش پاشید. دوباره این کار رو تکرار کرد، دوباره و دوباره. انگار که میخواست با آب حرفی بزنه یا آب و چاه با او سخن بگویند. این کار رو دوباره تکرار کرد و دوباره و دوباره. خودش نمیدونست چرا داره این کار رو تکرار میکنه، چرا اینطوری داره آب رو به صورت خودش میپاشه. انگار به دنبال گمگشته و معنایی بود، انگار که میخواست چیزی در وجود خودش شکوفا بشه، یا با آب سخن بگه و یا آب و چاه با او صحبت کنن. متولی کاروانسرا از دور متوجه کار آمیرزا شد. آمیرزا هم آدم کمی نبود، حداقل این بود که از تیپ و قیافه و لباس و اسبش میشد فهمید که برای خودش کسیه. صاحب و مدیر کاروانسرا به سوی آمیرزا پیش رفت و گفت: حاجی جان، حالت خوبه؟ چیزی شده؟ آمیرزا برگشت و به اون مرد باوقار نگاهی کرد و پرسید: این چاه همیشه آب داره؟ صاحب کاروانسرا پاسخ داد: زمین اول سهم خودش رو برمی داره و مابقیش به ما میرسه. آمیرزا با سکوتش به اون مرد گفت که یعنی چی؟ بیشتر بگو. مرد هم که این رو فهمیده بود ادامه داد: وقتی بارون میاد اول باید زمین حسابی آب بخوره، اضافهش رو ما میتونیم استفاده کنیم. این قانون طبیعت. آمیرزا گفت: اگه زمین سیراب نشه چی؟ مرد پاسخ داد که ما هم تشنه میمونیم، البته که خدا رحمش میاد، خودش راستوریس میکنه و اونقدر بارون میفرسته که هم زمین بخوره هم ما. آمیرزا همون موقع یاد آیه‌ای از آیات قرآن افتاد و به نحوی که فقط خودش و اون مرد بشنوه این آیه رو تلاوت کرد: قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. مرد کاروانسرا که از شنیدن آیه قرآن ولو این که معنیش رو متوجه نشده باشه خوشش اومده بود پرسید: یعنی چی؟ آمیرزا جواب داد: به من خبر دهید بعد از این که آبهای شما در زمین فرو رود چه کسی میتواند آب گوارا را در دسترس شما قرار دهد؟ مرد کاروانسرا لبخندی زد و گفت: همون که گفتم، خدا میتونه این کار رو انجام بده. رفقا، آب در این آیه شریفه میتونه استعاره باشه، استعاره از نعمتهای بزرگ خداوند. و چه نعمتی بالاتر از وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا.
حالا بیاین این آیه شریفه رو اینطور با هم بازخوانی کنیم. اگر امام زمان از نظرهای ما پنهان شود، چه کسی جز خداوند میتواند این نعمت رو به ما مجدداً بازگرداند؟ عزیزانم، بیاین آیه 30 سوره ملک رو با این نگاه بخوانیم و زمزمه کنیم. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. سلام بر ماء معین و سلام بر امام زمان.